سلام دوستان، خوش اومدین به جلسه سوم از دوره آموزشی نتورک پلاس. توی جلسه قبل فهمیدیم شبکه چیه و کلی مفهوم پایه‌ای یاد گرفتیم. حالا توی این قسمت میخوایم بریم سراغ یک موضوع خیلی مهم به اسم مدل‌های شبکه. احتمالاً اسم مدل OSI یا TCP/IP به گوشتون خورده. اینا همون چیزایی هن که کمک میکنن بفهمیم داده ها توی شبکه چجوری رد و بدل میشن. قراره با هم بررسی کنیم که هر مدل چند لایه داره، هر لایه چی کار میکنه و چرا دونستن اینا برای یک آدم شبکه کار لازمه. پس اگر آماده اید بریم که مدل ها رو با هم دیگه یاد بگیریم. بچه ها بریم سراغ یک بخش خیلی مهم توی دنیای شبکه ها. وقتی میگیم شبکه منظورمون یک مجموعه از سخت افزار و نرم افزاره که با کمک یک سری فناوری به هم وصل شدن و در واقع مثل یک تار عنکبوت گسترده شدن تو کل دنیا. حالا برای اینکه بهتر بفهمیم شبکه ها چطور کار میکنن و ساختارشون چیه، اومدن یک سری مدل مفهومی تعریف کردن. این مدل ها کمک میکنن بفهمیم داده ها چطوری از یک دستگاه به یک دستگاه دیگه منتقل میشه. اولین مدلی که میخوایم بشناسیم مدل OSI هست. این مدل توسط سازمان ایزو معرفی شده و شبکه رو به 7 لایه تقسیم میکنه. هر لایه وظیفه خاص خودش رو داره و با لایه های بالا و پایینش در ارتباطه. توی هر لایه پروتکل هایی هستن که نقش یک زبان مشترک رو بین سیستم های مختلف بازی میکنن. مدل بعدی که خیلی هم پرکاربردتره مدل TCP/IP هست. این مدل رو IETF طراحی کرده و شبکه رو توی 4 لایه خلاصه کرده. مدل TCP/IP همون چیزیه که پایه اینترنت امروزیه. ساده است، کارآمده و به خاطر همین خیلی جاها ازش استفاده میشه. پس فعلا اینو بدونید که این دو مدل به همون کمک میکنن بفهمیم که پشت پرده ارتباط بین دستگاه ها چه خبره و چه قوانینی حاکمه. حالا میخوایم یک مدل خیلی مهم و پایه‌ای در شبکه ها رو بررسی کنیم به اسم OSI. این مدل از اونجا اومده که در گذشته سیستم ها فقط میتونستند با دستگاه های یکسان از یک برند ارتباط برقرار کنند. مثلا یک کامپیوتر IBM فقط میتونست با یک کامپیوتر IBM دیگه ارتباط برقرار کنه. ولی اواخر دهه 70 میلادی سازمان استانداردهای بین المللی ایزو اومد و مدل OSI رو معرفی کرد تا این مشکل رو حل کنه. مدل OSI یک مدل مفهومی و غیر فیزیکی هست که میخواد درک بهتری از نحوه انتقال داده ها و ارتباطات توی شبکه بهمون بده. این مدل به 7 لایه تقسیم میشه که هر لایه یک وظیفه خاص داره. هر کدوم از این لایه ها وظایف خودشون رو انجام میدن تا داده ها از یک سیستم به سیستم دیگری برسن. حالا بیایید با هم این لایه ها رو یکی یکی بررسی کنیم. لایه هفتم اپلیکیشن. این لایه همون جاییه که کاربر به طور مستقیم با سیستم و شبکه تعامل داره. یعنی هر چیزی که در ظاهر به عنوان برنامه کاربردی میبینیم، مثل مرورگر که در واقع اینجا کار میکنه. البته خود مرورگر یا هر اپلیکیشن مستقیما توی این لایه قرار نمیگیره، ولی زمانی که نیاز به ارتباط با شبکه دارین، مثل وقتی که میخواید صفحه‌ای رو از HTTP بارگذاری کنید، به لایه اپلیکیشن میرید. این لایه به عنوان یک واسط بین برنامه و شبکه عمل میکنه و پروتکل هایی مثل FTP، HTTPS و DNS توی این لایه فعالیت دارن. یک نکته جالب اینه که این لایه رو به لایه دسکتاپ هم میگن، چون رابط مستقیم کاربر با سیستم از طریق این لایه برقرار میشه. لایه ششم نمایش.
اینجا کارهایی مثل فشرده سازی داده ها، رمزنگاری و رمزگشایی و تبدیل فرمت ها انجام میشه. یعنی به این لایه میگیم که داده هایی که از لایه بالاتر میاد رو آماده کنه برای انتقال. مثلا وقتی که داده رمزنگاری میشه یا یه فایلی فشرده میشه. تمام این کارها توی این لایه انجام میشه. لایه پنجم جلسه. این لایه مسئول مدیریت ارتباطات بین دو سیستمه. یعنی وقتی دو سیستم با هم ارتباط برقرار میکنن، این لایه وظیفه شروع، مدیریت و پایان دادن به ارتباط رو بر عهده داره. لایه چهارم انتقال. اینجا لایه‌ای هست که داده ها رو تقسیم میکنه و به مقصد ارسال میکنه. مهمترین پروتکل این لایه TCP هست. این لایه به طور کلی مسئول اینه که داده ها رو به قطعات کوچکتر تقسیم کنه که بهش میگیم سگمنتیشن و مطمئن بشه که در مقصد دوباره و به ترتیب و درست دریافت میشن. علاوه بر این لایه مطمئن میشه که بسته ها از بین نروند و با درست‌ترین روش ها منتقل بشن. لایه سوم شبکه. وظیفه اصلی این لایه مسیریابی و آدرس‌دهی منطقی داده هاست. یعنی این لایه تصمیم میگیره که داده ها از چه مسیری باید برن تا به مقصد برسن. اینجا آدرس های IP استفاده میشن که مشخص میکنه داده ها باید به کجا برن. نکته جالب اینه که آدرس IP هیچ وقت تو مسیر تغییر نمیکنه، چون این آدرس ها برای دستگاه ها و شبکه ها شناخته شدن. لایه دوم پیوند داده. توی این لایه داده ها به فریم تبدیل میشن و آدرس دهی فیزیکی یا همون مک آدرس بهشون اضافه میشه. آدرس مک نشون میده که داده ها در شبکه از کدوم دستگاه یا کارت شبکه عبور میکنن. این آدرس در طول مسیر ممکنه تغییر کنه، چون داده ممکنه از چند دستگاه مختلف عبور کنه. لایه اول فیزیکی. و در نهایت این لایه وظیفه تبدیل داده ها به سیگنال های الکتریکی یا نوری رو بر عهده داره. یعنی داده ها از 0 و 1 به سیگنال تبدیل میشن و این سیگنال ها از طریق رسانه های انتقال مثل کابل ها یا وای فای به مقصد میرن. این لایه هیچ کاری با محتوا یا معنی داده ها نداره، فقط اونها رو تبدیل میکنه تا بتونن حرکت کنن. پس مدل OSI به ما این کمک رو میکنه که درک بهتری از نحوه ارتباط داده ها بین دستگاه ها پیدا کنیم. حالا میرسیم به یک مدل دیگه که خیلی کاربردیه به اسم مدل TCP/IP. در واقع این مدل پایه و اساس اینترنت امروزیه. جالبه بدونید که مدل TCP/IP قبل از مدل OSI معرفی شده، ولی بعدها مدل OSI اومد و یک ساختار مفهومی تر و لایه بندی دقیق تری ارائه داد. با این حال چیزی که توی دنیای واقعی بیشتر استفاده میشه همون مدل TCP/IPه. توی مدل TCP/IP لایه ها کمتر و ساده تر شدن. در واقع لایه های 5، 6 و 7 مدل OSI تبدیل شدن به یک لایه به اسم اپلیکیشن. لایه 4 همون انتقال باقی مونده و لایه 3 هم همونه و بهش میگن اینترنت. و در نهایت لایه های 1 و 2 هم با هم یکی شدن و بهش میگن لایه واسط شبکه. لایه اپلیکیشن. این لایه بالاترین لایه است و جایی که کاربر با شبکه در تماس قرار میگیره. تمام پروتکل هایی مثل DNS، FTP، HTTP و خیلی از پروتکل های دیگه اینجا قرار میگیرن. در واقع این لایه ترکیبی از 3 لایه بالای مدل OSI هست و بیشترین هوشمندی رو داره. هر چیزی که از دید شما به عنوان کاربر در ارتباط با شبکه است از این لایه رد میشه. لایه انتقال. این لایه مسئول انتقال مطمئن داده هاست. مثلا پروتکل های TCP و UDP توی این لایه کار میکنن. این لایه داده رو از اپلیکیشن میگیره و تقسیم میکنه تا بره لایه های پایین تر. لایه اینترنت. اینجا همون لایه‌ایه که توی مدل OSI بهش میگفتیم لایه شبکه. وظیفش چیه؟ آدرس دهی با آدرس IP، مسیریابی بسته ها
و پیدا کردن بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد. پروتکل معروف این لایه IP و همینطور پروتکل هایی مثل ICMP که برای خطایابی و پیام رسانی استفاده میشن. لایه واسط شبکه، این لایه پایین ترین لایه است و کارش اینه که داده ها رو از طریق پورت شبکه، کابل، وای فای یا هر وسیله فیزیکی دیگه ای منتقل کنه. همچنین آدرس مک رو اضافه میکنه تا مشخص بشه داده داره از کدوم کارت شبکه میاد و به کدوم میره. هوشمندیش نسبت به لایه‌های بالاتر کمتره چون فقط داده رو منتقل میکنه. به طور کلی مدل TCP/IP نسبت به OSI ساده تره و تعداد لایه‌هاش کمتره، ولی بیشتر با دنیای واقعی و ساختار فعلی اینترنت تطابق داره. خب دوستان، توی این جلسه با دو تا مدل خیلی معروف توی دنیای شبکه آشنا شدیم. مدل OSI با اون 7 لایه معروفش و مدل TCP/IP که توی اینترنت خیلی کاربرد داره. فهمیدن ساختار این مدل ها باعث میشه راحت‌تر بتونید اشکالیابی کنید یا حتی بهتر بفهمید که داده ها چطوری از یک سیستم به سیستم دیگه منتقل میشه. اگه یک قسمتی از مدل ها براتون گنگ بود یا سوالی داشتید حتما بپرسید. و اگه حس کردید این جلسه براتون مفید بوده، لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که همراه من بودید. تا جلسه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.